سلام بچه‌ها، من دریام. خوش اومدید به کانال یوتیوب من و یه ویدیو دیگه. امروز تولد دوستم پردیسه، از ویدیوهای قبلی میشناسینش. اومدیم توی یکی از محله‌های خیلی قدیمی برلین. همونجوری که پشت سر من می‌بینید این فکر برج مخابراتی برلین. این ور ساختمون خوشگلی که می‌بینید یه کنیسه مال یهودیاست که خیلی قدیمیه و امروز می‌خوایم با هم اینجا بریم یه رستوران قدیمی تاجیکی و غذای تاجیکستان هم امتحان بکنیم. بریم. اینجا هم فکر کنم اولین پست برلین این ساختمونه. مطمئن نیستم. تیما ist das die erste Post in Berlin, glaube ich, oder? Die Gebäude hier. Ich glaube schon. خب بچه‌های برلین هیچ اطلاعاتی ندارن راجع به برلین. کسی که عمران هم خوندن. ولی واقعا فکر کنم این اولین ساختمون پست برلینه. چراغ سبز شد، برو بریم. من تو قبلا اینجا یه بار اومده ولی من اصلا تا حالا غذای تاجیکی امتحان نکردم. غذای ازبکستان و افغانستان و روسیه رو امتحان کردم ولی تاجیکستان تا نرفتم. نه این کلا این محله یهودیاست. نمیدونم چرا غذای تاجیکستان اینجا، ولی همون بغلش هم معروف ترین رستوران حمص اسرائیلیا تو همین این بغل. حمص رو من رفتم و که گفتیم، ولی کلا بچه‌ها اگه دوست دارین که بریم غذاهای اسرائیلی هم امتحان بکنیم حتما هم توی کامنت ها بنویسین یا هم بریم رستوران اسرائیلی غذاهای اسرائیلی. غذای یهودی البته هست، نه غذای اسرائیلی نیست لزوما. یهودیه، یعنی باید چون که کوشا باید باشه نوع غذاشون. آره غذای یهودی. یعنی مثل حلالی که مال مسلموناست مال اونا کوشا میشه. بچه‌ها این همین کنیسه یهودیاست که اون طرف دیدین، ولی دم درش همیشه پلیس وای میسته بخاطر اینکه خیلی میان ضد یهودیا به اینجا حمله میکنن. مثلا جالبش دیگه من چند ماه اینجا کلاس نقاشی می‌بردم، هر روز از بغل همینجا رد می‌شدم ولی اصلا توجه نکرده بودم بهش. یعنی چقدر باحاله. اینجا چیه؟ اینجا کارهای یه هنرمند برلینیه، از جاهای مختلف برلین نقاشی مدلی می‌کشه، می‌تونی بخری نقاشیاشو، پوستراشو. نه من که نمی‌خرم ولی بامزه است. تو کافه‌اش چای و چه می‌دونم چیز می‌ذاره، خیلی جای باحالیه اینجا. کلاً تو حالا چند تا رستوران بغل هم دیگه. الان بریم این تو؟ بعدیرم شدیم. خیلی خوشگل، خیلی احساس قدیمی بودن دارم اینجا. ما شما برای خودمون داشتیم حرف می‌زدیم میرفتیم دیدیم تیمو غیب شد، فهمیدیم امین و پردیس اون طرف بودن، اصلا صاحب تولد رو ندیدیم. ما داشتیم تولد محتوا می‌کردیم. تولدت مبارک. آره خب بچه‌ها متاسفانه اینجا رستوران که باید کفشمون رو در بیاریم. ما همه میدونستیم، من به تو هم گفتم اگه اس‌ام‌اساتو میخوندی میدونستی که باید کفشاتو در جوراب کثیف باشه. نه جوراب که پا سولاف باشه. کثیف باشه. میتونستم این جوراب بهتری بپوشم. من نمیتونم رو زمین بشینم. Und Armin kann nicht sitzen. Er ist wie Nico. Er hat Probleme mit Flexibilität. آره دم در کفش. Geh mal, Timi. Alle rein. آقا دمپایی میدن بهتون اگه میبینی همین چی میگه؟ میگه اومدیم 5 یورو غذا خواهیم 500 یورو دمپایی و کفش اونو نبرن. بچه توی رستورانش خیلی خوشگله. فقط نشو بر رو زمین با یه دقیقه بذاریم منم میگم تولید محتوا دارم بکنم. باید اینجوری رو زمین بشینم رو مرتب کنم و اینجا با چقدر بامزه. همین 4 زانو بشین. اون که اصلا زانوش تو یعنی 4 زانو بلد 4 زانو بشین. یعنی چی تو سفره خونه نرفتی ایران؟ 2 زانو بشین حداقل اینجوری بشین. همین سفره خونه میرفتی در بعد چجوری میشستی؟ اینجوری بعد وقتی اینجوری بیشتر لب میرسی اینجا نمیشه. جالبه دیگه فقط آلمانی جمع تونسته 4 زانو بشینه. واقعا دارن زور میزنن. یک خانم 4 زانو میشینه با پیرنونم. بچه‌ها اینم خواستم بهتون بگم که ما اومدن الان تستای منفی مال کرونامون رو چک بکنن یا اینکه مثلا دفترچه که واکسن زدیم. بعد هی داریم میگیم اینا فارسی میفهمن هی دارن همه اینجا به فارسی میگن نمیکنه حالا یه چیز الکی نشون بده. خیلی ایجاد مراقب حرف زدنمون باشیم. بچه چیز جالب بهتون نشونم توی منوشون قسمت چایی ها، بعد نشون چایی روسی. آره سماور، بعد میارن چایی بعد با
ودکا. چای ودکا بگیره قشنگ. چای ودکا دیگه نخوردی تا حالا چای ودکا؟ نه خوردی چای ودکا. چای ودکا دیگه. اونا ودکا رو می‌خوریم روش چای می‌زدیم. من چای پوشکینشون هم نوشته اونم. پوشکین چیه؟ نوشته چای روسی. تاجیکی شده. موزین این عرقه. عرق. موزین کشمش دیگه. عرق سگی. یه دونه عرق سگی می‌خوام. بچه این که دیگه قشنگ میکس عرق سگی ودکا چایی. یه سگی رو بیار. یعنی واقعا فکر این که من یک روز تو آلمان یه رستوران بیام عرق سگی چایی بخورم. من تا حالا نخوردم عرق سگی. با الکل میاد؟ با چه شیرینیاش خوشگل. چقدر شبیه شیرینیای ایرانی هست. بازم نپرسیدین کجایی هست؟ خونسا بشه بین دوتا چای خونسا بشه. یا اینو بذار دهنت یا اونو بذار دهنت. اینا رو بذارین گوشه لوپ دستتون رو بردارین بخورین مثل قند خودمون. کشمشه بابا. کشمش خون باید توش باشه، الکل باید توش باشه. کشمشه. من الکل هم باید داشته باشه. چی؟ نه کشمشه. نه گفت اینو بذار دهنت بعد اونو بینش بخور. آره از دختره بالاخره پرسیدیم کجاییه، گویا اصلا تاجیک نبود، مونگولستان بود. مغولستان خب بچه سفره خیلی خوشگل چیدن. این سوپشه بچه درش وانه میشه. درش چقدر خوشگله. غذای خیلی کیوته. غذای تیمو ازش کلاوه. مال من یه آش چی بود اسمش؟ یادم نه بابا. سولیان شماره 45. شماره 45 آره. غذای امینم که همون دوباره پلاوه، برنج و نخود و گوشت. یه چیز دیگه هم داشتیم به هم نخواست. آره یه دونه پریان هم داشتیم. نه این وارنیکیه. به خدا ما اونه. وارنیکی رو حذف کردیم دریا. این نه این وارنیکیه. اینو بخور این گوشت داره. یه دونه پریانکا هم باید بیارن. نه این وارنیکی. این مال دریاست. این وارنیکیه یه دونه قاشق پریانکا هم باید بیارن. شما اصلا انقدر گوشنم بود که سری سوپ رو خوردم ولی خیلی خمیر داره همه چی، یعنی خیلی خام. کاش خمیر پخته بود. آره یعنی مثلا از این غذا مونا اینا خیلی سیر داره و خیلی خمیر، خیلی آرد داره. نرید اینطوری بگم. بچه من یه نم از این وارنیکیه بخورم. اون خمیره. خامم. همون بشخبر کاربری بذار جلوش کن. چه؟ خمیره؟ مثل ماکارونی یا چی؟ من نخوردم. خامه؟ بده بیرون. خیلی سرده. خیلی خوشمزه بود که من دوست داشتم. امینم نخورد. نرم بود. من دوست داشتم. مزه سریلا که بچه میده. پس خوشمزه. خیلی خوشمزه. بده من بخورم. من دوست داشتم. بچه ها دوستای عزیزه که تاجیک هستن این غذا تاجیک خوردن بگم این خدا پیاز توشه یا نه؟ اون که پیاز توش نیسته. اون که پیاز توشه ولی بگم ما رستورانش رو غلطی اومدیم شاید به خدا این توش پیاز داره. شاید آب مثلا پیاز داره. موژه من داره اینجوری هر رستوران ایرانی که بریش غذاهاش مثلا خوشمزه نباشه. اینو باید با ماست بخوریم. آره دیگه پس چی؟ بچه شما خالی خالی میخوریم. خالی خالیش هم با ماست مثلا چقدر میتونه تو مزهش چند درصد مزهش رو خوب بکنه؟ خیلی عالی شده وایسا. تو چای خامه میتونی بریزی. به کار نمیخواد. نه الان همین چایو بخور با کشمش. نه گفت کشمشو بذار گوشه لب. کشمش آفرین ما همه نمیدونیم. یکی شب یکی رو. قنده. خب گذاشتی چایو بخور. این نباته. آقا یه دقیقه صبر کنین چایو بخور. الان یه کوچولو ودکا بخور. اونو قورت ندادی. اونو اشتباه کردی. اشتباه کردی از اول اینو بذار گوشه لب. مطمئنی؟ اونطوری که توضیح داد. نجو گفت بذار گوشه لپ. گفت بذار گوشه لپه. چای بخور. نه قورت ندی اونو. خب اصلا طعمش نمیاد که. خب دو سه تا بخور. حالا یه قلوب از این بذار. یه قلوب ودکا بخور. نوترالیزه. یه قلوب. اوکی خلاصی. بهتری؟ خوب بود. یعنی الان اونو بخور. الان کشمش. انگار چای داری بخوری با کشمش و ودکا. کشمش من فقط فوت میکنم. میگه ازم فوت کنم بعد نباته بپرسی تو صورت تیمو. به قورت بده پایین. نمیتونم. تو معده من مشکل داره. بده بیرون. بده وقتی نباشم داره. بیا شما رو فوت کن که سسا زنده باشی.
بلد نیستم یه بچه ها به خدا گرنیش حتی تو شیرینی هاشون خمیری ترین شیرینی موجود خمیر نیست بابا نه دیگه ناپلونیه دیگه حالت خمیری داره تو چه رو خودت میریزی؟ ولی ای کاش چه آهنگی گذاشتم ای کاش مثلا 2 تا لامپ بیشتر آره 2 تا لامپ هم بیشتر درست میکردم باز میکردم شوهرت خوبه امین عالیه همین مشخصه داریم به سفره خونه تو آره همین وسط دربند آوردن گذاشتن اینجا وقتی اینو میخوری پشت چای رو میخوری قشنگ مزه زهرمار مشروب میشونه تو معده و گلوت یعنی بخورم برای این میداره بچه‌ها یعنی امتحان کنین تو ایران اگر که عرق سگی و چیز عرق سگی میگه موادشو داریم ایران پر این مواد کیش میشه برمیداری خونه حتی منم بلدم من بلد نیستم تو ایران تا حالا واقعا شما تو بلدی عرق سگی درست کنی؟ من دیدم ولی میتماخن نکردم چرا یه بار رفتم چنگ زدم فقط در این حد بچه‌ها من در نظر اگه این ویدیو 1000 تا کامنت باشه که 1000 تا کامنتش عرق سگی باشه آموزش عرق سگی درست میکنیم صاف یادتون نره صاف کنید صاف حتما صاف بکنید ولی عرق سگی هم درست این میکنیم چای سرده بخورین دیگه بهانه هم یه سر سماور بخورید das erstmal im Mund jetzt ein Schluck nein erstmal Tee hat sie gesagt ein Schluck Tee nein umgekehrt نه اول گفت چایی das muss bleiben in deinem Ding in deinem Mund in deinem Mund also نمیتونم دیگه بر فارسی چیکار کنی چای دلوکس الان باید چیزو بخور مشروب aber da stimmt nicht das ist umgekehrt ein Schluck und jetzt jetzt runter خیلی مزه مواد ضدعفونی بیمارستان میده ببخشید من مزه نکردم اصلا بوی بیمارستان داره بچه ها خوردن بوی بیمارستان میاد تو عمل میاد مک بزنیم گوشه لب مک بزن مک میزنی برای تولید محتوا یه مک میزنی بزنم تو میک بزن بزرگتر نشستم یه دونه امین یه دونه دریا تو صورتیشو میک میزنم یه میک بزن ببین چه تو هم سفیدشو میک تو هم سفیدشو میک بزن وایستا با هم سلامتی سکست چیه کلقنده کلقنده خامه مال چایی بود آره دیگه من خالیش هم خوشمزه توضیح داد بهمون که توضیحات یه داشت شربتایی بود در سرفه میخوردیم بچه بودیم صورتیا مزه اون رو میده بیچاره چی ما بچه ها میشه که بیاد منو بلند کنه آره تو یه عکس هم بگیر تا ما بعدا من نشسته بعد بگیرم ازتون نه پاشو نمیتونم بچه ها ما دوباره اومدیم اینجا من اینجا رو خیلی دوست دارم و توی بلاگ حالا هم دیده بودی اینجا یکی از باره که مال دوستامونه آره شب بود درست من نبود دوباره اومدیم اونجا امیدوارم که اینجا دیگه سانحه به بار نیارم انگشت منو مثلا بچه ها نشکنن بچه ها بارم اینجا فکرم با این فقط آره اینجا ما اومدیم فارسی بله کرد به قول امین موسوی اینجا که بار بابامه بستیم و موزیکو بله کرد این چراغ برای تولید محتوا بچه ها من از یه جایی به بعد رفته بودیم بار یادم رفت دیگه ویدیو بگیرم واقعا گرفته بود منو علی هم اومد پیشمون دریا آدمی که اگه بگیرتش میگه منو گرفته از اون هست که میگم نه من میگم منو گرفته از اون هست که رقص کرمی بره رو زمین بعد بگی منو نگرفتن آره بعد همین دیگه مرسی که تا اینجا ولاگ با من بودی من نگیم اگه از این ولاگ خوشتون اومد ساب و لایک و تو رو چترنجیت میکنم ساب و لایک و کامنت و این زنگوله اصلا یادتون نره همینجوری که میدونین واقعا من خیلی دوستتون دارم تا ویدیو بعدی خدافظ